به نام خداوند بزرگ و متعال و به امید صحت و سلامتی بیننده های عزیز و با ابراز تشکر از برنامه تلویزیونی زرین و آقای داوود ذکریا که یک جوان بسیار وطن دوست و پرکار است و به فرهنگ افغانستان بسیار علاقه داره، مالک زیتک استودیوس و مرا در تهیه از این برنامه کمک میکنه. برنامه امروز آغاز میکنیم. در این برنامه ما میخوایم عرض بکنم به خدمت شما که چرا ما این برنامه را تهیه میکنم. البته این برنامه مستقل از تمام برنامه های دیگه است و از یک مدت طولانی است که ما در مورد تاریخ، فرهنگ، مدنیت، هنر و ثقافت افغانستان نشرات داشتیم، چی از طریق تلویزیون آریانا افغانستان که آقای مسکینیار به او بسیار زحمت میکشیدن، چی از طریق رادیو نقش‌های جاودان که خانم فریده انوری متصدیش بودن و چه از طریق وایس آف امریکا یا صدای امریکا پروگرام دری. ما همیشه خواستیم که راجع به مدنیت افغانستان و فرهنگ از او تا جایی که ما معلومات دارم مسائل را مطرح بکنیم، برای که تاریخ افغانستان بسیار گسترده است، بسیار وسیع است و ما هر چقدر که مطالعه میکنم میبینیم که چقدر ما یک فرهنگ بسیار پیشرفته و غنی داشتیم و بخصوص در این 3 دهه اخیر وطن ما همونطور که مورد تهاجمات نظامی قرار گرفت، مورد تهاجمات فرهنگی نیز قرار گرفت از طرف همسایه های ما، با کمال احترام برشان که همسایه جنوبی و شرقی ما یعنی دولت پاکستان عملا در تخریب آثار بسیار کهن افغانستان که مربوط به دوره‌های پیش از اسلام بود دست داشت. مثلا تخریب هده، معبد هده که یکی از بزرگترین معابد بود که بسیار آثار غنی داشت، تقریبا 35 هزار مجسمه در اونجا بود و چه مجسمه های ناب و چه آثار بسیار زیبا. و همچنان می‌بینیم که مجسمه های بامیان تخریب شد و بعد از او خود ما مردم به خاطر نداشتن آگاهی و فرهنگ خود یا نداشتن احترام به فرهنگ خود قسمت های زیاد آثار تاریخی خود از بین بردیم. مثلا منار شکری تخریب شد، باز آثار غزنی از بین رفت که همگی مربوط دوره اسلامی بود، باز چیزهایی که پسان تخریب شد و باز ساحات تاریخی ما ای به اساس حفریات غیر فنی توسط قاچاقبران آثار تاریخی مورد تاراج قرار گرفت و متاسفانه عدم آگاهی که پیدا شد در مورد فرهنگ و تاریخ افغانستان باعث این شد که یک تعداد جوانان اصلا نمیفهمند که ما چی گذشته فرهنگی داشتیم. ما در آخر سفرهایی که در کابل کردیم، در پوهنتون کابل و باز مؤسسات فرهنگی، وقتی در مورد آثار قدیم افغانستان گپ زدیم، اینا بسیار علاقه پیدا کردن. جوانا میخواین بفهمن، به خصوص افغانایی که از مهاجر هستن، از ایران دوباره برگشتن، چون بر از اونا گفته شده که افغانستان کدام مدنیت نداشت، کدام فرهنگ نداشت، همگی مربوط به ایران بزرگ بود که اینا شعار است. اما هر کشور و هر جامعه از خود یک فرهنگ داره، یک مشخصات داره و هنر داره و ما باید عرض بکنم که هنر مربوط به رژیم‌های سیاسی نیست. هنرمند به وجود میاره، هنرمند جامعه به وجود میاره و هر اثر هنری اما افکار از جامعه را بازتاب میده، افکار هنرمند بازتاب میده، سطح فکری یک جامعه را بر ما بازگو میکنه بسیار به شکل صادقانه. با او خاطر ما اگر یک تعریف داشته باشیم که تاریخ هنر و تاریخ مدنیت چه فرقی داره از تاریخ سیاسی، باید عرض بکنم که تاریخ سیاسی راجع به رژیم ها و سلسله های پادشاهایی که میاین
و سقوط میکنن، با جنگ هایی که صورت میگیره بیشتر صحبت میکنن، معاهداتی که ما بین کشورها می باشه صحبت میکنن. اما تاریخ هنر و فرهنگ راجع به انکشافات فکری، معنوی و هنری انسان ها صحبت میکنه که بسیار دلچسب است. در این مسئله بغض و عداوت و کینه و خودخواهیان نیست. یک اثر هنری خوب است، یک اثر هنری ناب است، یک شعر خوب است همیشه. و خوشبختانه که کشور ما از این درک بسیار غنی است، به اندازه غنی است. باور میکنین من تقریبا از وقتی که در پانتون کابل بر من امر کردن استاد حیدرزاد که تاریخ هنر افغانستان درس بتون، تا به امروز من تحقیق میکنم و هر روز یک چیز پیدا میکنم که من قبلا به او یا فکر نکرده بودم یا او را نیافته بودم. کشور ما مثل یک ویرانی است که در او گنج های زیاد است، مثل یک خانه کونی است که در او کتاب بسیار قدیمی را میافیم، مجسمه بسیار قدیمی را میافیم، آثار خطی بسیار قدیمی را میافیم، آثار نقاشی بسیار زیبا را میافیم و میبینیم که این هنرمندای بزرگ، شاعرای بزرگ، از شهید بلخی گرفته تا به دقیقی و مولانا و از وقت و ببینید دوره غزنوی‌ها، فروخی، سیستانی، عنصری، اسجودی و فردوسی هم که به دربار سلطان محمود بود چه آثار نابی را به وجود آوردن، تا وقت تیموریان که ما میبینیم فقط از ادبیات صحبت میکنم، تا دوره حضرت جامی و بعد از او تا وقتی که از دوره که حکومت به قندهار انتقال می‌یافت، دوره هوتکی ها، چقدر آثار ناب در پشتو، ادبیات پشتو وجود داره و تا زمانهای معاصر که ما چقدر شاعرای بزرگ داشتیم و از وقت محمود طرزی تا بال حساب کنیم ما بیشتر میتونیم از نام 50 60 70 شاعر خوب یاد بکنیم. بر صورت به می ترتیب هنرمندای بسیار خوبم در کشور ما بودن و ما باید در مورد از اینا تحقیق کنیم، باید در مورد از اینا بفهمیم. در مورد شعرا چون شوق و علاقه زیاد بوده است، اکثر مردم تحقیق کردن، شاید تحقیق‌های بسیار بهتر از این که من بتونم بکنم. اما در مورد آثار مجسمه سازی، نقاشی، معماری، خطاطی من خواستم که در این مورد تحقیق کنم، وظیفه خود دانستم که بکنم، برای اینکه آثار ما گم نشه و مردم ما و نسل جوان افغانستان ایره بفهمه. من بیشتر عرض کردم برنامه‌ای که من تیار میکنم با کلی مستقل و مجزا است از تمام برنامه‌های فرهنگی که از طریق هر تلویزیون پخش میشه. البته هر کس فکر خود داره و هر کس هم طرز استدلال خود داره و ما هم طرز فکر و استدلال خود در مورد تاریخ هنر افغانستان دارم. اصلا اگر ما یک مدنیت ببینیم، یک مدنیت از دو بخش ایجاد میشه، از ارزش‌های مادی و ارزش‌های معنوی. ارزش‌های مادی مثلا تمام پل، سرک، معمارات، همه چیزی که در یک جامعه وجود داره، سرمایه‌ای که در یک جامعه وجود داره، این ارزش‌های مادی از جامعه است. و ارزش‌های فرهنگی ارزش‌های معنوی است که در یک جامعه وجود داره. تمام مجموعه از اینا ثقافت و طرز فکر یک ملت، اندیشه یک ملت نشان میدن. مثلا ما اگر یک اثر مجسمه سازی رو میبینیم، گرچه خود از مجسمه یک چیز مادی است، یعنی یا سنگ است یا از گل ساخته شده یا از چوب تراش شده، مثل مجسمه نورستان، اما بخش معنویش فکری است که هنرمند در داخل از این مجسمه مانده، احساس است که در داخل از این مجسمه ریخته، که تنها فکر هنرمند نیست، او تمام طرز فکر یک جامعه را در یک دوره معین او را تشریح میکنه. به هر حال به خاطر از این که ما خوبتر بفهمیم که چه دوره های مدنیت افغانستان
طی کرده، باید عرض برسانم که تاریخ مدنیت افغانستان اصلا به دو بخش تقسیم میشه، دو بخش عمده، که قسمت تاریخ ما مربوط به دوره‌های پیش از اسلام است و بخشی از تاریخ ما مربوط به دوره‌های اسلامی است که از قرن هفتم میلادی تا به امروز مربوط به دوره‌های اسلامی میشه. در این وقت است که در وقت حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفه سوم دین اسلام به افغانستان میآید و مردم ما به دین اسلام مشرف میشن. پیش از او مدنیت های پیشتر بود که ما در مورد بعضی از قسمت‌هایش در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم. در این برنامه می‌خوایم که مسائل کمتر جمع بسازیم، آساسا جمع بسازیم. دوره‌های پیش از اسلام بازم به دو بخش تقسیم میشه یا به سه بخش. دوره‌هایی که مربوط به انسان‌های کهن است که او پیش از تاریخ است، یعنی پیش از اینکه نوشته به وجود بیاید. این دوره ها مربوط است به دوره سنگ که دوره سنگ هم سه بخش است: دوره سنگ کهن، دوره سنگ میانه و دوره سنگ نو. و دوره میزولیتیک است، با بین سنگ میانه و سنگ نو است، و دوره فلزات است و که مثل با مفرق انسان ها کشف میکنند، سلاح آهنی میسازند و فکر بشر تغییر میخوره، ابزارشان تغییر میخوره. این دوره بسیار دلچسب است و ما آثار زیاد از این دوره از افغانستان کشف کرده، باستانشناسا و جامعه شناسا، که لوئیس دوپری در این مورد کار زیاد کرد، امرای الکساندر مارشاک و جان ماری کسل و گرشم، جان ماری کسل فرانسوی، و اینا بسیار آثار غنی را یافتن. یعنی افغانستان یافتن از جمله جایایی که در او آثار انسان‌های کهن زیاد است. مثلا از دشت ناور هیئت باستانشناسی امریکا آثار انسان‌هایی را پیدا کرد که به 100,000 سال پیش از میلاد مسیح از امروز میرسه. ببخشید، انسان آدم به تعجب میفته که ابزار سنگی از یافته شد. یا از بابا درویش بدخشان 35,000 سال پیش از انسان‌های هومو سپین که یعنی به شکل انسان‌های ما است آثارش پیدا کردن. از گرزوان فاریاب که تقریباً مابین 35 تا 40,000 است، از آکوپروک بلخ، از منطقه قندهار، از سمنگان، خود زیاد است. من نمیخوایم کلگی را به درد سر بیارم در این مورد و بسیار پیشرفته است باز چیزایی که اینا ساختن. بعد از اون دوره مدنیت آرگان یا دهقانان یا آریایی هاست که یعنی چون شغل دهقانی تغییر داد زندگی انسان، کشت و زراعت که پیدا شد اینا خود آرگان گفتن، آریان گفتن. و نجیب زاده که میگن به خاطری که نظم خود شغل دهقانی یک کار نجیب و شرافتمندانه بود، از اینکه انسان یک انسان دیگر را بکشه با غذا به دست بیاره. وقتی که دهقان میشد کشت میکرد. یا بعد دوره مدنیت ویدی و اوستایی است که دوره مدنیت ویدی که در 4 کتاب ذکر یافته، تمام ازی به زبان سانسکریت نوشته شده. وقتی که قبایل به طرف هند میرن و اینا آساسا میخوان سرزمینای بهتر برای خود پیدا کنن، چون نفوسشان تکاثف میکنه، زیاد میشه، اینا 4 کتاب نوشته میکنن که به نام ویدا هاست که ریگ ویدا، اترا ویدا، ویجا ویدا و سما ویدا است. نامای شهرهای قدیم افغانستان مثل بلهیکا یا بلخ، کابورا یا کابل، دریک، کروموگ یعنی کرموگومل، همه این نوشته شده. و کس میخواد که معلومات زیاد در این مورد پیدا بکنه باید آثار 2 نفر از بزرگان افغانستانه که به اندازه دانشمند هستند و دانش از اینا به اندازه است که من هر چقدر تحقیق میکنم میفهمم که زیادتر میفهمم که اینا چقدر دانشمند بودن. که یکی جناب احمد علی خان کوهزاد است
که در مورد تاریخ آریانا بسیار زیبا نوشتن و بسیار دقیق نوشتن و دیگر جناب پوهان حبیبی هستند. همچنان استاد بسیار محترم آقای غبار نوشتن، گرچه از اونا زیادتر جنبه سیاسی را نوشته کردن، اما از لا بلای فصلهای کتابشان مدنیت افغانستان خوب دیده میتونیم. مدنیت اوستایی است که وقتی زردشت در بلخ ظهور میکنه و کتاب اوستا را نوشته میکنه و هم در چند جزوه است که یسنا و یشت و وندیداد و سرودهای گادا و خرد اوستاست. بر ترتیب بازو دوره بودایی میایه، در یونان باختری میایه، وقتی که اسکندر مقدونی به افغانستان حمله میکنه و با باختر با رخشانه یا راکسانه دختر اوکریتوس عروسی میکنه. این فرهنگ یونان و آریانای کهن که وقت باختر هم همین بخش شمال افغانستان میگفتن یک جای میشه، یک فرهنگ مخلوطی را به وجود میاره که به نام فرهنگ یونان باختری یاد میشه، یعنی هنر هلنی یونان که از هنر کلاسیک یونان فرق داره، که یک روز اگر حوصله داشتین او را میگیم که چرا هنر هلنی از هنر کلاسیک فرق داره، چون فکر مردم شرق هم رازی یک جای میشه و از امو قوانینی که فیدیاس و مایرن و اوکریت و هلیوکلتس ساخته بود فرق میده میکنه. باز در دوره کوشانی ها میاییم که مدنیت بودایی یا فکر بودا میایه همراه از این مدنیت پیشتر یک جای میشه، یعنی هنر هلنی باختر با فکر بودایی با فلسفه بودا یک جای میشه و این یک مدنیت میسازه که بسیار کسا اشتباه میکنن و میگن که این هنر هندی است. این هنر اصلا هندی نیست، به خاطر که خود بودا از هند نبود. اول بودا یک شاهزادی بود به نام سیادرتا که در نیپال بود و پس آن دین ازی پخش میشه، فکر ازی پخش میشه در تمام کشورهای شرقی آسیایی و همچنان به هند و به می ترتیب در افغانستان. یعنی مربوط هند نیست. آثار هنری که در افغانستان به وجود آمده در حد بگرام، کاپیسا، در سمنگان، تخت رستم ببینیم بسیار آثارش تا غور میره، تا لوگر میره که مثل اینه که مثلا در می وقت آثار نوشان پیدا شد در کابل تا به حد جلال آباد و بالاخره تا به قسمت خیبر که باز میگن هنر گنده ها را به وجود آمد. اینا به کلی یک مشخصات خود داره، ممیزات خود داره، طرز فکر خود داره. هنرمند ازی باستاب خود، برداشت خود از فکر بودا ایجاد کرده که ایره مثلا فوشه باستانشناس فرانسوی مورخ بزرگ باکین میگه که هنر گریک و بودیک است. ما فکر میکنیم که هنر هلنی باختر است که با فکر بودایی یک جای شد و این یک آثار نابی را به وجود آورد که بزرگترینش مجسمه های بامیان بود که متاسفانه از بین رفت. بعد از اون باز ما میبینیم که یک امپراتوری بسیار بزرگ یفتلی ها میسازند که یفتلی ها با پارس ها جنگ های دارن که یک مورد صحبت میکنیم. آثار هنری که در ادوار پیش از اسلام در افغانستان ایجاد شده با وجود شباهت هایی که با کشورهای همجوار داره، اما از خود ممیزات، مشخصات و خصوصیات داره که ایره از هنر کشورهای همسایه فرق میده. با حفظ احترام به دانشمندای کشور دوست ما ایران، تمام از این هنر پارس قدیم نبود، به کلی متفاوت است. ما اگر شیوه های هنری هخامنشی ها را مطالعه بکنیم و ببینیم چی از شیوه کار، چی از نقطه نظر پرداخت خطوط، چی از نقطه نظر محتوا، این به کلی فرق داره از مجسمه هایی که در افغانستان ایجاد شده. به طور مثال مجسمه های سیبودی که یعنی از 4 طرف دیده شود در فرهنگ هخامنشی فارس کمتر دیده میشه
اما در افغانستان ما مجسمه های سه‌بعدی زیاد داریم که این از دوره‌های بسیار کهن وجود داشته تا به دوره یونان باختری و تا دوره هنر بودایی که به وجود آمد. یعنی مجسمه سه طرف ساخته شده. از نقطه نظر محتوا خب به اندازت فرق داره، چون این به کلی افکار دیگری میگه و هنر هخامنشی فارس یا پرشیای قدیم یک چیز دیگه است و آدم نمیتونه کلش بگه که یک هنر است. از اونا بیشتر شباهت با آثار سومری ها و اکاد ها و آثار بابل داره، بین المحرین داره، به خاطر نزدیکی از اونا تقریبا 9 و 10 فرق دارن. اما شیرهای بالدار و انسانهایی که با ریشهای دراز است و کلیش مجسمه های نیم برجسته که ریلیف میگن اون مجسمه ها هست که اون در تخت جمشید و نقش رستم شما میبینین که در نقش رستم زیادتر آثار دوره ساسانی ها را میبینین. از نقطه نظر سیاسی هم فرقهای دارن به خاطر از این که یا از نقطه نظر حکوماتی که با وجود آمده بود. مثلا امپراتوری کوشانیا که همزمان با امپراتوری ساسانیا بود، دو امپراتوری مختلف بود که یکیش در سرزمین فارس بود و یکیش در افغانستان بود که از کابل و بگرام شروع می شد و طرف شمال تا سغدیانه می رفت و تا جنوب تا می رفت تا متیورای هندوستان. و در کتیبه‌ای که کشف شد از رباتک در سالهای 90 در دهه 90 در که به اساس افریات غیر قانونی آمد و این فضل خداوند حفظ شد و این را پروفسور نیکولاس مطالعه کرد. خود اسکندر امی ببخشید کانیشکا پادشاه کوشانی تمام شهرهایی که زیر دست ازی است میگه و میگم که زبان ما زبان آریان است و دیگر نمیخوایم در دربار ما کس با زبان آیونیک که مقصدش یونانی است در خط سوم نوشته کرده ایره. 23 خط است کتیبه رباتک و یکی از اسناد معتبرترین است که در از نقطه نظر زبانشناسی و تاریخ وجود دارد. ما نمیتونیم مثلا تنها از روی اشعار فردوسی تاریخ از این منطقه را بگوییم به خاطر دو دلیل. به خاطر یکی که فردوسی 1000 سال بعد، تقریبا 1300 سال بعد از درخشش مدنیت آریانا زندگی میکرد، یعنی این 1000 سال تفاوت داره. چیزایی که شنیده 1000 سال بعد این نوشته. و دیگه ای که شعر فردوسی شعر است که به اساس افسانه ها و اسطوره ها نگاشته شده و در روی چیزایی است که مثلا دیو شبرنگ است یا دیو سفید است یا ای که بیوراست یا ببخشید ضحاک 1000 سال پادشاهی کرد و فریدون 3 پسر داشت به نام ایرج و تورج و سلم که پادشاهی ایران برای ایرج داد، از توران به تورج داد و سلم پادشاه روم شد که چنین واقعه در تاریخ نشده. ما هیچ پادشاهی را به نام سلم نمیشناسیم که در روم پادشاهی کرده باشه، افسانه است. اما یک اثر بسیار بزرگ است که از نگاه ادبی و از اسطوره ها خوب چیز هستند. اسطوره ها ما مثل کلیدایی است که ما را به گذشته ها ارتباط میتن، اما باید در مورد تحقیق بیشتر شود. یک سند دست اول مطلق نیستن. ما از روی اسطوره ها میتونیم یک دوره رو پیدا کنیم، اما امروز علم باستانشناسی و جامعه شناسی بسیار پیش رفته. شما از روی خود آثار بسیار کهن باید که یا آثاری که مربوط به اون دوره است یا چیزی که در قدیم نوشته شده تاریخ و فرهنگ یک کشور را بفهمیم. همچنین کتیبه که از کوتل پیدا شد که اون مربوط به دوره کنیشکاست اما بعد از مرگش نگاشته شده، این نشان میده که چقدر کلمات دری در اون وقت در این کتیبه استفاده شده، مثل کلمه نیسان معنی بهار یا مثلا کلمه اوتا یا معنی آتش، اوبا
که تابل در پشتو آب میگن، تمامش در این نوشته شده و در مورد خود از اینکه چرا این معبد ساخته شد، معبد سرخ-کوتل، بسیار معلومات دلچسب در کتیبه سرخ-کوتل است که ایره شلومبرژه کشف کرد و دانشمند بزرگ افغانستان، خداوند غریق رحمت کنه، جناب پوهان حبیبی، در مورد ازی یک رساله بسیار مفصل نوشته کردن و تمام کلمات ازیره ریشه هایش پیدا کردن که چقدر ریشه های از این کلماتی که در کتیبه سرخ-کوتل نوشته شده در زبان دری و در زبان پشتو وجود داره، که این مادر زبان آری که ما باختری هم میگن ایره، این مادر زبان دری است که ما امروز صحبت میکنیم. به هر حال ما امرای همسایه های خود که در جوار افغانستان قرار دارن بدیهی است که روابط داریم، واسه که با این بسیار طبیعی است. اما هنر افغانستان، زبانی که در افغانستان، امی سرزمینی که ما فعلا افغانستان میگیم یا می محدوده فرهنگی که در آریانا میگیم یا آریانای کهن بود، از نگاه زبانی، از نگاه آثار هنری فرق داره، متفاوت است. و باز زبان نمیتواند تنها معیار باشه که بگوییم که این زبان در یک جای است، از خاطر تمام فرهنگایی که مربوط به می زبان است صحبت میکنن کلگیش یکیست. ما میبینیم که از مراکش تا به بغداد، از بغداد تا عربستان سعودی همگی با زبان عربی صحبت میکنن، اما هر کدام از اینها فرهنگ متفاوت داره. مثلا فرهنگ مصر از فرهنگ بین النهرین فرق داره، فرهنگ سوریه از فرهنگ لبنان فرق داره. شما ببینید اونجا چقدر قدیم آثار از فنیقی ها رو میافین، یا فرهنگ ترکیه به کلی فرق داره که یک مقدارش زبان خود ترکی بود و عثمانی ها بود. یکی دیگر با هم تنها گفتن نمیدیم که این یک هنر اسلامی است. هر کشور، هر منطقه و هر جای از خود ممیزاتی دارن که آثار به وجود آورده. ما یک وقفه میگیریم و باز بحث شاید یا امروز یا به هفته آینده ادامه بدیم در مورد مدنیت هایی که در دوره اسلام در افغانستان، در دوره اسلامی در افغانستان شکوفا شده و ما هم بسیار پر ارزش است صحبت بکنیم.